فریادهای خفه شده هزاره‌ها در سایه طالبان. در سایه حاکمیت گروه تروریستی طالبان، هزاره‌ها یکی از اقوام مظلوم و بی‌دفاع افغانستان به طور سیستماتیک و بی‌وقفه در حال قربانی شدن هستند. حادثه‌ای که در 22 سنبله 1403 در کوتل خم سفید رخ داد، نمونه دیگری از نسل‌کشی وحشیانه است که علیه این قوم جریان دارد. 14 نفر از مردم بیگناه قریه قرفدال که تنها برای استقبال از زائران خود به مرز دایکندی و غور رفته بودند، به دست افراد مسلح به طرز فجیعی تیرباران شدند. این جنایت لکه سیاه دیگر بر دامن تاریخ افغانستان و سکوت مرگبار جهان است. این حمله تنها بخشی از یک زنجیره طولانی و مستمر از خشونت‌ها و کشتارهای هدفمند علیه جامعه هزاره است. از هر گوشه این سرزمین صدای مظلومیت هزاره‌ها بلند می شود، اما به نظر می رسد که جهان در برابر این جنایات با چشمان بسته و گوش‌های کر عمل می کند. بی‌عدالتی و سرکوب به عنوان سلاح‌های اصلی طالبان و گروه‌های تروریستی وابسته به آن همواره علیه هزاره‌ها به کار گرفته شده‌اند. این گروه که خود یکی از نمادهای خشونت و ترور در جهان است، نه تنها مسئول این کشتارهاست، بلکه با وقاحت تمام مسیر برای تداوم آن هموار کرده است. در دایکندی به غور